عقل عمر ابن خطاب او را به سوی راه درست میبرد. ظاهرش با باطنش یکیست. و آنهایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی خدا را دشنام می‌دهند. حقیقت را پنهان نمی کنم و جدا می کنم حق و باطل را، همون گونه که خداوند جدا کرد میان شب و روز. سریال فارسی عمر رضی الله عنه.